به عنوان یک دانشجوی بین‌المللی در کانادا چه مسیرهای مهاجرتی برای من وجود داره؟ برای پاسخ این سوال تا پایان این ویدیو ما رو همراهی کنید. برای خیلی از عزیزانی که کانادا رو به عنوان مقصد تحصیلی خودشون انتخاب میکنن، دانشجوی بین‌المللی که در کانادا تحصیل میکنن، مسلماً یکی از مهمترین دغدغه‌ها این هست که از چه طریقی میتونن به اقامت دائم این کشور برسن. کانادا مسیرهای مهاجرتی زیادی رو برای عزیزانی که قصد تحصیل در کانادا و کسب مدارک تحصیلی در کانادا دارند قرار داده که امروز به برخی از این برنامه‌ها خواهیم پرداخت. اولین نکته‌ای که باید بهش دقت داشته باشید این هست که شما به عنوان دانشجوی بین‌المللی در کانادا پس از کسب مدرک تحصیلیتون میتونید از امتیاز تحصیلات کانادایی برخوردار بشید که خب امتیازی هست که در سیستم اکسپرس انتری میتونه به شما کمک بکنه در صورتی که دوره تحصیلی شما 1 یا 2 ساله باشه تا 15 امتیاز اضافه و اگر مدرک تحصیلیتون دوره تحصیلیتون 3 ساله و بیشتر و یا در مقطع فوق لیسانس و دکترا باشه تا 30 امتیاز اضافه بابت تحصیلات کاناداییتون میتونید دریافت بکنید. نکته دیگه‌ای که وجود داره این هست که دانشجویان بین‌المللی در کانادا اجازه کار در حین تحصیل و پس از تحصیل رو دریافت میکنن که این جزو مزایای بسیار بزرگ سیستم تحصیلی بین‌المللی در کانادا هست که در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگه قابل رقابت هست و خب خیلی از کشورها این آپشن رو ارائه نمیدن. پس شما اگر در کانادا تحصیلات بین‌المللی انجام بدید، به عنوان دانشجوی اینترنشنال وارد این کشور بشید، علاوه بر اینکه از تحصیلات با درجه علمی بالایی برخوردار میشید، در دانشگاه‌های تراز اول دنیا تحصیل خواهید کرد، در کنارش از امکان کار حین تحصیل و اجازه کار پس از تحصیل یا همون PGWP برخوردار میشید که خب این هم به شما آپشن کسب تجربه کار کانادایی و جذب شدن به جامعه کاری کانادایی رو میده و مسلماً کمکتون میکنه در ادامه مسیر برای کسب اقامت دائمتون. پس نکته‌ای که باید بهش دقت داشته باشید این هست که با تحصیل در کانادا از گزینه‌های مختلفی، از فاکتورهای مختلفی برای افزایش امتیازتون میتونید استفاده بکنید که خب همه اینها در کنار هم میتونه به شما کمک بکنه برای کسب اقامت دائم کانادا. اما در مسیر مستقیم اگر بهش نگاه بکنیم، یعنی از سیستم اکسپرس انتری اگر بهش نگاه بکنیم، شما بابت تحصیل در کانادا همونطور که خدمتتون گفتم 15 یا 30 امتیاز اضافه دریافت خواهید کرد. در عین حال از سابقه کاری کانادایی که در حین تحصیلتون و پس از تحصیلتون کسب میکنید در سیستم فدرال اسکیلد ورکر یا مسیر مهاجرتی نیروی کار متخصص میتونید برخوردار بشید. از امتیاز سابقه کار کاناداییتون میتونید استفاده بکنید. البته دقت به این نکته ضروریه که اگر شما بخواید از سیستم Canadian Experience Class یا برنامه مهاجرتی تجربه کار کانادایی استفاده بکنید، سابقه کاری که در طول مدت تحصیلتون کسب کردید در این برنامه محاسبه نخواهد شد یا در واقع مورد قبول این برنامه نخواهد بود. اما در مسیر نیروی کار متخصص شما میتونید از سابقه کاری حین تحصیلتون در کانادا هم استفاده بکنید. در کنار این مسیر فدرالی که خدمتتون گفتم، برنامه‌های مهاجرتی استانی بسیار زیادی هم برای فارغ التحصیلان بین‌المللی طراحی شده که خب میتونن عزیزان از این برنامه‌ها هم استفاده بکنن یا از مسیر نامزدی یا نامینیشن استانی برای مهاجرتشون استفاده بکنن و یا در واقع از امتیازی که از استان‌های مختلف کسب میکنن بتونن استفاده بکنن برای کسب اقامت دائمشون. همونطور که خدمتتون گفتم تقریبا تمام استان‌های کانادا مسیرهای مهاجرتی دارن برای عزیزانی که فارغ التحصیل هستن در اون استان یا به طور کلی در کانادا. بعضی از استان‌ها برنامه‌های ویژه‌ای رو دارن، برای مثال استان بریتیش کلمبیا برای عزیزانی که در رشته‌های خاصی در مقطع فوق لیسانس فارغ التحصیل میشن یا در مقطع دکترا آپشن های مهاجرتی رو داره که حتی نیاز به جاب آفر هم نداره و خب این جزو مزیت های بسیار بزرگ این برنامه ها هست و به شما اجازه میده که راحت تر بتونید به اقامت دائم این کشور دست پیدا بکنید. امیدوارم این توضیحات براتون مفید بوده باشه. اگر موضوع یا موردی هست که دوست دارید در موردش اطلاعات بیشتری داشته باشید، برای ما کامنت بگذارید یا از طریق دایرکت به ما پیام بدید. سعی می‌کنیم در ویدیوهای بعدیمون، در پست‌های بعدیمون در مورد این مطلب براتون توضیح بدیم. روز و شب همگی خوش.